و اونا میگن خدا به ابراهیم گفته که پسرت اسماعیل رو برای من قربانی کن. که ابراهیم چه کسی رو قربانی میکنه؟ اسحاق رو، نه اسماعیل رو. اصلا اسماعیل اینجا حضور نداره، پرتش کرده بیرون. و بعد خدا چیزی که اونا میگن اینه که به ابراهیم میگه اسماعیل رو به سرزمینی بفرست و در آنجا بهش بگو که خدا یه قادر مطلق میخواد خانه‌ای بسازه و ابراهیم تو هم برو کمکش، دوتایی با هم خونه بسازید. کعبه رو کی ساخته؟ باورشون چیه؟ ابراهیمو بلند بگید. شنیدید اینو؟ مگه مسلمان نبودید؟ شنیدید یا نه؟ شما که تو ایرانی مگه نشته بودید؟ اوکی. حالا کلام خدا میگه اسماعیل کجا رفت؟ به صحرای فاران. صحرای فاران کجاست عزیزان؟ من اینجا 3 تا نقشه براتون آوردم که دقت کنید و ایزان که در ایران هستید شما هم دقت کنید. ببینید اینجا عربستان، این نارنجی کاملا عربستان. اگر به این نقشه عربستان دقت کنید مکه اینجاست، این مکه است، این جده است، این مکه است. مشخصه این؟ پس مکه در جنوب عربستان. مشخصه یا نه؟ این عربستانه و مکه اینجاست. روش نوشتم مکه عربستان. حالا وقتی به این نقشه میاین، صحرای فاران اینجاست. ویلدرنس آف فاران. صحرای فاران. شما این شاخ خرگوشیه رو نگاه کنید. می‌بینید؟ و حالا اینو بیارید تو این نقشه نگاه کنید. میشه اینجا. درسته؟ پس صحرای فاران کجا میشه؟ اینجا میشه. در حالی که اینجا اصلا عربستان نیست. عربستان اینجاست. و مکه کجاست؟ مکه اینجاست. پس جایی که اسماعیل با مادرش میره کجا میرن؟ اینجا میرن. و اینجا کجا بوده؟ مصر. مصر. چون هاجر یک کنیزه مصری بوده و برمیگرده پیش بابا مامانش. و بعد میگه برای اسماعیل چه زنی میگیره؟ زن مصری. چرا زن مصری میگیره؟ چون رفته کجا؟ مصر. زن عرب گرفته؟ خیر. زن مصری گرفت. پس اسماعیل هیچ وقت اینجا نبود. پس ابراهیم و اسماعیل هیچ وقت تو عمرشون عربستان نرفتند.